توی دنیایی که تهدیدها و خطرات هر روز بیشتر میشه، امنیت حرف اول رو میزنه. گرونترین ماشین‌های زرهی دنیا نه تنها در برابر گلوله‌های ضد زره مقاومن، بلکه برای کسایی هم که میخوان توی قصر متحرک احساس امنیت کنن و از هر خطری در امان باشن. مورد آخر گرونترین ماشین ضد گلوله است که رئیس جمهور آمریکا ازش استفاده میکنه رو میگم از دستش نده. مورد اول فورد رپتور، یه مهندس ضد گلوله است که داره خیلی از ویژگی‌های ایمنی و امنیتی پیشرفته است که میتونه از افراد در برابر سلاح‌های گرم و چند گلوله محافظت کنه. این ماشین داره خیلی از تکنولوژی‌های پیشرفته مثل دید در شب، تشخیص نقاط کور، کنترل فاصله پارک جلو و عقب، هشدار خروج از خطه و قیمتش هم $120,000. مورد دوم جگوار XJ سنتینل. جگوار یه ماشین لوکس و خیلی ایمن با طراحی باور نکردنیه. این ماشین همه کاره با استفاده از سلاح‌های کالیبر بالا از سرنشینش در برابر حملات مختلف محافظت میکنه. خیلی از ویژگی‌های ایمنی پیشرفته مثل دید در شب، بدنه تیتانیومی و لاستیک‌های رانفل قابلیت محافظتش رو افزایش میدن. توی این ماشین همه چیز از جمله تمام شیشه‌ها ضد گلوله است و قیمتش هم $455,000. منتظر چی هستی؟ لایکو بزن دیگه. مورد سوم رنج روور سنتینل. توی این ماشین از تمام گلوله‌ها، مواد منفجره و سلاح‌های شیمیایی در امانی. ماشین بهترین ماشین زرهی که ازت در برابر حملات مرگبار محافظت میکنه. در از همه رنج روور سنتینل عملکرد آفرود رو هم داره، ولی در کنار لاستیک‌های رانفل میتونی به راحتی مسیر تو در صورت حمله تغییر بدی. این ماشین هم $500,000. ماشین زرهی رئیس جمهور آمریکا رو میشناسی؟ آخر ویدیو معرفی کردم. چهارم مرسدس بنز اسکارت. ماشین فوق‌العاده ایمنه و میتونه ازت در برابر هر نوع سلاح تهاجمی و نارنجک دستی محافظت کنه. این ماشین داره بدنه تقویت شده از فولاد بالستیک و شیشه‌های نشکن و سیستم اطفای حریق. همچنین توی مواقع اضطراری هوای تازه رو هم تامین میکنه و قیمتش هم $1.5 میلیون. تو دوست داری کدوم یکی از اینا رو داشته باشی؟ توی کامنت بهم بگو. مورد پنجم کادیلاک وان. کادیلاک وان با قیمت $3 میلیون گرونترین ماشین ضد گلوله است که رئیس جمهور آمریکا هم ازش استفاده میکنه. کادیلاک وان یه ماشین زرهی سنگینه که میتونه در برابر هر نوع حمله از سرنشینای ماشین محافظت کنه. ویژگی‌های پیشرفته‌ای مثل سیستم اطفای حریق، دید در شب، هشدار ترافیک و ترمز عابر پیاده جلو رو هم داره. مرسی که تا انتهای ویدیو با هم بودین. پیشنهاد میکنم ویدیو گرونترین پهپادهای جهان رو هم ببینید.